درود خوانندگان روزنامه جوانان تاجیکستان. طول چند لحظه شما را با شماره نوی روزنامه جوانان تاجیکستان رقم 42 آشنا می‌سازیم. کمک بشردوستانه تاجیکستان به ضرردیدگان زمین لرزه افغانستان. در این مواد وابسته به تشبث نوبتی پیشوای ملت نسبت ضرردیدگان زمین لرزه در شهر هرات کشور همسایه افغانستان گفته شده است. برای هرچی بیشتر واقف شدن از این تشبث به سابقه رهبری دولت، خواندن این مواد به شما کمک میکند. تاجیکان شناسنامه تمام آریایی هاست. این صحبت است که با قالب دور سیوم آزمون جمهوری تاجیکان آینه تاریخ ملت انجام داده شده است. مطالعه آن به شما از رفت برگزاری این آزمون، اینچنین تاریخ ملت تاجیک و تلاش‌های یک نفر برای شرکت در آن معلومات می‌دهد. بازدید از دروازه طلایی تاجیکستان. مواد مذکور از سفر روزنامه‌نگاران به ولایت مختار کوهستانی بدخشان و آبادی‌های بی‌سابقه این ولایت قصه می‌کند. اسرار دست خدا. مطلب اسرار دست خدا از قهرمانی و شهرت‌های فوتبالباز ارژنتینی مارادونا حکایت می‌کند. چرا مطلب مذکور اسرار دست خدا نام گرفته است؟ با این و چند سوال دیگر از این مطلب جالب پاسخ در می‌یابد. رستم که رونالدو را در حیرت گذاشت. شکست ناپذیر و مسئولیت شناس. خواندن نمی‌خواهم نیز از جالب‌ترین مطلب‌های این شماره می‌باشند که خواندنش را برایتان توصیه می‌دهیم. بیننده عزیز، با شما بودم بهروز قیامی. شما می توانید ما را همچنین در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، یوتیوب و اینستاگرام پیگیر باشید. خیر.